چطور والدین لکنت فرزندشون رو تشدید میکنن؟ گفتن عبارتهایی مثل آرومتر، نفس بکش، از اول بگو. این جمله ها فشار ایجاد میکنن. فرزندتون فکر میکنه اشتباه کرده و تحت استرس به وجود اومده لکنتش بیشتر میشه. کامل کردن جمله فرزندتون: من خو چی میخوای بگی؟ میخوای بگی خوراکی؟ این کار باعث میشه کودکتون احساس ناتوانی بکنه و دیگه تلاشی نکنه که خودش حرف بزنه. نگاه نگران یا خسته شما هنگام لکنت. کودکتون با نگاه کردن به چهره شما همه چیز رو متوجه میشه. اینکه هنگام لکنت نگاه پر از ترحم یا بی‌حوصلگی دارین، احساس مشکل دار بودن رو در فرزندتون تقویت میکنه. عجله داشتن، گفتن عبارتهایی مثل زود باش، بگو دیگه. لکنت در فشار زمانی بدتر میشه. کودکتون برای حرف زدن نیاز به احساس امنیت و آرامش داره. حالا چی کار کنیم؟ ویدیو رو دوباره نگاه کن. هر چیزی که گفتم و برعکسش رو انجام بده.